فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه همه انتظار فرود آمدن طیاره باشگاه النصر عربستان سعودی هستند. این تیم عربی در دوره رقابت‌های دور ششم لیگ قهرمانان آسیا با باشگاه ما استقلال شهر دوشنبه رقابت آخرین خیش را دایر می‌کند و متاسفانه آرزوی هزاران و میلیون‌ها جوان پسران تاجیک عملی نمی‌شود، چون که ستاره اساسی این باشگاه به تاجیکستان نآمده است. دسته النصر عربستان سعودی بعد باخت ننگین در دربی شهر ریاض برای بازی با تیم استقلال تاجیکستان به شهر دوشنبه آمد. ایشان را در فرودگاه بین المللی شهر دوشنبه سفیر کشور عربستان در تاجیکستان، راهبر شهر دوشنبه و مسئولین فدراسیون فوتبالی کشور استقبال گرفتند. لوئیس کاسترو سرمربی پرتغالی این دسته همراه خویش از ستاره‌های معروف تیم سادیو مانه، اوتاویو، اندرسون تالیسکا و امریک لاپورت را برای این بازی به تاجیکستان آورد. کریستیانو رونالدو بعد جراحت برداشته در بازی با پرسپولیس در دربی شهر ریاض نیز در نیمه دوم عوض کرده شد و تیمش را برای این بازی با استقلال همراهی نخواهد کرد. همچنین مارسلو بروزویچ خرواتی نیز در این بازی اشتراک نمی‌کند. سبب حضور نداشتن یک قطار ستارگان النصر در این رقابت به دست آوردن رخصت دور حذفی مسابقه از صدر جدول میباشد. بعد 5 بازی دور نموده سعودی‌ها با 13 امتیاز در زینه اول و در این بازی نهایی تنها پرسپولیس کوشش به دست آوردن یک از 3 رخصت زینه دوم دور حذفی را خواهد کرد. در دو بازی قبلی خانگی استقلال در خانه خویش به نتیجه مساوی دست یافته صاحب 2 امتیاز گردیده است و بیشتر متخصصان نیز نتیجه مساوی را در این دیدار پیشگویی میکنند. همین شام نشست مطبوعاتی و آخرین تمرین‌های این دو دسته در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر می‌شود و سنه 5 دکبر ساعت 9 به وقت دوشنبه دسته‌های استقلال تاجیکستان و النصر عربستان سعودی به مصاف هم خواهند رفت.